السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران، پدران و مادران اهل اسلام من، به بسیار اون مراجعت های ما نظر نکرده، حتی امروز از جمهوری ازبکستان، از جمهوری قزاقستان، یک چند دیگر شهرهای دولت های همسایه یک چند برادران مراجعت کردند که خواهر اونها را شوهرهاشون دوست می‌دارن، نه که خسر اونها دوست می‌دارن، لیکن مادرهاشون و برادر اون شوهر خواهرشان اونها را به هر خیل سخنهای پلید میزند، فقط به خاطر اون است که امروز کمی بیمار شده است. پخت و پزی اونی که میکند میخورم، اونی که تازگی که اون میکند محقول است. فقط امروز پس از 3 سال زندگی اونها، امروز که کمی بیمار شد، با فضل کریم الله سبحانه و تعالی اینو گرفتن، میگم زن تا طلاق شبته، زن تا این کن یا که آن کن. برادرایی که صاحبی زن هستین و به گپی دوستان خود، نزدیکان خود گوش کرده، برای اونی که کمتر یک بیماری زن اون طلاق شمیتین، یکی جاب شمیتین، در خاطر دارین که طلاق، باز تکرار میکنیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید ابغض الحلال الی الله الطلاق. طلاق حلال است بله، لیکن یکی از بدترین طلاق، یعنی که بدترین یک حلالی که در نعمت الله تعالی است، یک اجازه الله تعالی هست، یعنی طلاق. وقتی یک بنده به خاطر یک بیماری، به خاطر یک خوراک شور، به خاطر یک چای تلخ یا که به خاطر یک کاسه شکسته زنش طلاق میدهد، اولین که در پیشگاه الله سبحانه و تعالی برای این عمل جواب میدهد. چون که نکاح، باز میگم که نیست که امروز یک لباس خری و پگاه وقتی که فرسوده شد از پای دیگرش شویم. برای همین برادرای خوب، دوستان من، باید مسئله طلاق اونقدر سراسیمگی نکنیم. اون برادرتون باشد، اون خواهرتون باشد که مادرتون باشد، البته اگر طلبی طلاق کنن فهمانیم، بگیم مادر یکی برادر، شریعت این است، زندگی چنین است. درد این از اون بنده وابستگی ندارد. درد این یک نعمت الله، درد این یک سنجش الله تعالی که همین بنده من کو چیکار میکند، رای حلال میقپد، یک مسجد میبرد، شفا میکند، بلنیسه باشد، جای دیگر باشد، لیکن به خاطر یک سنجش الله تعالی، یک امانت الله تعالی را مسجد ناامید کردن، روزی به سر شما برمیگردد. و اون شخصانی که طلبی طلاق میکنین، از همون دوستان خودتان، از همون برادر خودتان میگین زن طلاق بده، شما شاید خواهر ندارین، لیکن دوستی من، یک روز الله سبحانه و تعالی به هر یکی شما دختر نصیب میکند و اون بدی که نسبت فرزند یک انسان، دختر یک انسان کردین، حتما جواب خواهیم داد. چون که همه ما شما خوب میدونیم دنیا دنیایی برگردنده. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. و فرزندی کس نیکی کردی، فرزند تو نیز نیکی میکند. و من یعمل مثقال ذره شر یره. و به کسی زیان رسانیدی، به تو نیز زیان میرسانم. به سر کسی بلا آوردی، به سر تو دو یک بلا میارم. برای همین دوستان من، از برباد کردن عائله یک انسان، دوستی خودتان، برادرتان، اکتون، دودرتان کمی خودداری کنین. نکاح، باز میگم، مسخره بازی نیست. نکاح این یک جوابگری مخصوصیه که هر یک زن، هر یک مرد باید قاعده و قانون خوب بداند. امروزها بسیاری هستند، حتی زنهای، نعوذ بالله، یک چند روز یک برادر رو گفتن که زنهای مسلمان از تاجیکستان هم اون من طرفای ما و شما که در تاجیکستان شوهر دارند، اینجا آمدن به خاطر دوستم کار میکنم گفته و آمدن با دیگر مرد نکاح کردن. وای بر حال هر یک اون زنهایی که با این خیلی عملی پلید دست زدن. و البته هستن باز مردهایی که چخری در موضوعی پیشتر هم گفتیم دخترها را فریب میکنند و خواهرای
هموطنی ما و شما رو فریب میکنند و سخنهای او شیرینی خانه شیرین میدان غریب چخلی که میگن وعده های شیرین و شکر میتونه بعد اونی که نفس آرام شد از پی باز یک فساد کاری خود میشن. از غضب الله بترسین، چون که الله تعالی نمیگه که ای بنده امیدی کسی دیگر در فلان روز و فلان ساعت مرگ به سری تو میاد. نه، مرگ هر لحظه و هر ساعت از پی هر یک ما و شما فقط یک اذن الله سبحانه و تعالی ما نیستیم دیگه. میگن فلان انسان رفت. کیسر به درد گشنگی زار شود، بی درد به کی شریکی بیمار شود. یعنی که اون انسان هایی که سیر هستند و نان خوردنشان کفایه است از حال گشنه ها بیخبرند. اون انسان هایی که درد ندارند، از اون شخصایی که درد دارند، اونا حتی حس نمی کنند که چه معما دارند. پس پیش از آنی که به یک انسان ضرر میرسانین از آخرش هم خوب فکر کنین که چی جواب میدهیم، چی کردیم و چی باید میکردیم. الله تعالی همه ما و شما را به راه راست هدایت فرماید. اگر در وقتی نوار سخنی سخت یا که دغل شده باشد، اولا الله سبحانه و تعالی ما را مغفرت کند و از همه شما معذرت میخوام. السلام علیکم و رحمت الله. با احترام، دوست برادر شما امید رحمت.